هر مسلمانی که این تربیت را نپذیرد و ازش استقبال نکند آینده‌ای نخواهد داشت. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمی. کسی که از این ذکر خدا، منظور قرآنه، از این آموزش، از این پرورش، از این تربیت، از این اخلاق روگردان بشود، دنیا رو برای اونها تنگ و تلخ خواهیم کرد و در روز قیامت اونها نابینا و کور محشور خواهند شد. در دشت محشر اگر یک نابینا وجود دارد، اون کسی است که از نعمتهای خدا برخوردار بوده، اسلام بهش رسیده، پشت پا زده به اسلام. یک کور فقط در دشت محشر در روز قیامت وجود داره و اون کور کسی که اعراض کرده از ذکر خدا و منظور از ذکر قرآن هست و فرامین قرآن و توصیه های قرآن. فقط یک نابینا بیشتر وجود نداره. در دنیا تلخی و تنگی و تاریکی در زندگی، دستش به هیچ چیزی بند نمی شود و در آخرت نابینا محشور می شود. پناه به خدا. ما نیاز داریم امت اسلامی که یک بازنگری جدی و هدفمندانه و خردمندانه و درست و با حوصله نسبت به این دین و ایمان و عقیده و قرآن و امکاناتی که در اختیار ماست و نعمتهای خدا تجدید نظر بکنیم، بازنگری بکنیم. به خدایی که جان من در قبضه دست اوست، آخر این امت اصلاح نخواهد شد مگر با همون چیزی که اول این امت اصلاح شد. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. این آیه خطاب به اوس و خزرج، دو قبیله عربی که در یثرب زندگی می‌کردند، بعضاً روی یک بز با همدیگه اختلاف می‌کردند و 40 سال با همدیگه می‌جنگیدند تا آخرین جوانانشون رو نابود می‌کردند. 40 سال بعداً جنگ‌های اوس و خزرج طول می‌کشید به خاطر یک اختلافی که اسلام یکی از برنامه‌هاش و یکی از اخلاقیات اسلام عفو و گذشت و مصالحه است. شما بر لب پرتگاه جهنم بودید که من با بعثت این پیامبر شما را نجات دادم و شما را برادر قرار دادم. یثرب تا قبل از ورود پیامبر صلی الله علیه وسلم شهر مدینه یثرب بود. وقتی که پیامبر به اونجا هجرت کرد، اونجا مدینه منوره شد. اونجا قبلا اوس و خزرج همدیگر رو میکشتن، بعد شد انصار و مهاجر. اوس و خزرج شدن انصار و مهاجرینی که با لباس تنشون هجرت کردن اونها مهاجر بودن. پیامبر صلی الله علیه وسلم بین اونها مؤاخات و برادری که حتی از همدیگه ارث هم میبردن، همونایی که 40 سال با همدیگه میجنگیدن. این آیه از قرآنی است که محمد صلی الله علیه وسلم آورده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اگر من به شما بگم اجماعاً یک صلوات محمدی غراق خط بفرمایید. اگر این امر به صلوات و درود فرستادن، این امر دیگری هم هست که تحول آفرینه. صاحب کتاب التقاط الدرر و اقتطاف الثمر 40 فایده برای یک بار صلوات بیان کرده. 40 فایده. یکی این که خداوند بر اونها صلوات و درود میفرسته. هر کسی یک بار صلوات بفرسته خداوند 10 بار بر او درود میفرسته. اما این آیه هم از قرآن هست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیامبر، از جانب من به امتت بگو اگر واقعا ادعای محبت خدا رو دارید، قل ان کنتم تحبون الله،
فاتبعونی یحببکم الله. پس از من پیروی بکنید. تنها صلوات با صدای بلند کافی نیست. این که اگر در مجلسی با صدای پایین صلوات فرستادن، ما اونها رو وادار بکنیم که با صدای بلند صلوات محمدی پسند آب و تاب بهش میدیم. خیلی عالیه. ادب با رسول الله صلی الله علیه و سلم، ادب با خداست، ادب با قرآنه. اما این کل مسئولیت نیست. آیات دیگه هم در قرآن هست که عمل میطلبد، جهد و تلاش میطلبد، هزینه میطلبد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. نجات ما در پیروی است، در اتباع است، نه ابتدا. مسئولیت ما با یک شب خلاصه نمیشه، اما این رمزه. واقعا جواب داده این هفته وحدت. نه تنها در این 40 سال بعد از، حتی قبل از انقلاب هم اهل سنت و جماعت و برادران تشیع و خواهران تشیع در استان ما مثال زدنی بودن. اونهایی که بومیان میدونن، اونهایی که سنی ازشون گذشته میدونن، واقعا مثال زدنی بودن. اما بعد از انقلاب این هفته وحدت و این وحدت قوی‌تر به مراتب شد. توی این 40 سال ما هیچ مشکلی که جایی بشنویم که سنی و شیعه با هم درگیر شدن وجود نداره. همه مسئولین مثال میزنن وحدت شیعه و سنی در استان هرمزگان واقعا مثال زدنی است. با هم دیگه وصلت کردن، قوم و خویش شدن. اگر ما اشکال درست نکنیم، ما علما اشکال درست نکنیم، وحدت به اونجایی رسیده که شبکه‌های مورز سنی و شیعه نمیتونن به همش بزنن. دارن کم میارن، واقعا دارن کم میارن. شب و روز دارن مسائل اختلافی رو دارن، چه تعصبات کور که این دو قشر رو مقابل هم قرار بدن نمیشه. صدها شبکه شیعه و سنی غیر از کفار و دشمنان، مسلمان ولی نمیتونن، هنوز که موفق نشدن. ما 2 مسئله داریم، یکی حفظ دستاوردها، یکی توسعه دستاوردها. این وحدت رو باید حفظ کرد. در اسلام کسی صفر نیست. در اسلام بلالم ابوبکره، سلمان فارسی هم عمره، صهیب رومی هم عثمان و علی است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در فتح مکه علی آمد گفت کلید خانه خدا کعبه رو به ما بده و سقایت حجاج رو سوال کرد عثمان ابن طلحه کجاست؟ اونو طلبید، گفت این کلید کعبه و سقایت حجاج به تو. موقع اذان شد به بلال سیاه‌پوست گفت برو بالای کعبه اذان بگو. از اون طرف کلید کعبه رو به علی نداد. علی چقدر نزدیک بود که مبادا به قوم خویشان خودش داره میده. از اون طرف اون سیاه گفت برو اذان بگو بالای کعبه. ما مسلمان ها سفید و سیامون، فقیر و تاجرمون، عرب و عجممون، همه از آدمیم و آدم از خاک، همه عبدیم. هیچ کدوم از ما رب نیست. رب فقط یک ذاته. همه ما عبدیم. بعضی موقع اصطلاحات و القاب و مصادره میکنیم. اگر کسی مال داره بهش میگن ارباب، نه یک رب دیگه، ارباب. این عبده. همه من عبدیم. ما مثل یک پازل میمونیم.
اگه یکی از اون قطعه های پازل بیفته جور نمیشه، واقعا جور نمیشه. این پازل زمانی کامل میشه جور میشه که همه قطعه هاش. ما در اسلام صفر نداریم. هیچ کس بی مصرف نیست. شما میخوایی بدونی قدرت صفر چقدره؟ به شرطی که در کنار یک بذارنش. یک طرف بذار صفر، یک طرف بذار یک. وقتی نگاه به صفر میکنید فکر میکنی صفره. قطره دریاست تا زمانی که با دریاست. وقتی از دریا جدا شد قطره میشه، قدرتش از بین میره. ولی این یکیه. صفر رو بذار جلوش میشه 10. قدرت 1 و 10 برابر میکنه. 2 تا صفر بذار جلو یک میشه 100. قدرت 1 و 100 برابر میکنه. پیامبر وقتی بین بردگان می نشست کسی تشخیص نمیداد کدوم یکی رسول الله صلی الله علیه و سلم، مگر اینکه سوال بکنه من منکم محمد، کدوم یکی از شما محمده؟ وقتی با فقرا می نشست تبعیضی قائل نبود. اینطوری شاگردانش رو تربیت کرده بود. ما باید مثل باران باشیم، قطره باران. مسلمان مثل باران باید باشه. وقتی میباره این قطره باران بر سقف مسجد میباره، بر سقف کلیسا میباره، بر سقف مسجد میباره، بر سقف کاباره میباره، بر سقف عابد میباره و زاهد و عالم میباره، بر سقف فقیر و مسکین میباره، بر سقف حاکم میباره، بر سقف رعیت میباره. رحمتا للعالمین باشید. مثل باران امروز در شب میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم باران رحمتی نازل شد. حال و هوای منطقه عوض شد. اون باران رحمت درون ما رو داره سیراب میکنه. مست توام از جرعه و جام آزادم، مرغ توام از دانه و دام آزادم. خدایا باران رحمت معنویت درون ما رو شستشو بده، درون ما رو شاداب بگردان، درون ما رو پاک بگردان، افکار ما رو پاک بگردان، نیتهای ما رو پاک بگردان. خداوند در این قفسه سینه دلی قرار داده. در حقیقت این زمین است، سرزمین پهناور. باید این دل، این سرزمین پهناور رو به الله سپرد تا اون کشاورز دل ما و باغبان دل ما باشد. اگر دل این سرزمین پهناور به الله سپرده که الله باغبانش کند، الله بوته های گل خوشرنگ و خوشبو و معطر در این زمین میکارد. بذر وحدت، بذر محبت، بذر عشق، بذر صفا، صمیمیت، مهربانی، همدلی، همراهی، صداقت، طهارت، پاکی، خدمت. اما اگر این زمین پهناوری که الله داده دل به شیطان سپردی، بذر کینه، نفاق، دشمنی، کفر، فساد. پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل از بعثتش به 5 چیز معروف بود. محمد طاهر، محمد امین. خود کفار قریش این 5 تا وصف به او داده بودند. من در عرض 2 دقیقه به عرایزم خاتمه میدم. محمد طاهر، محمد امین، محمد صادق، محمد حکیم رشید، محمد رحیم مهربان. این 5 تا وصفی بود که قبل از بعثتش کفار قریشی که با او تعامل داشتن، اون موقع صحبت از بعثت نبود، ادعای نبوتی نبود، اما این جوان تا قبل از 40 سالگی امین بود. قریشی ها اموالشون رو به او میسپردن. خدیجه در سن 25 سالگی او رو در تجارتش فرستاد. از اشراف و بزرگان قریش. محمد طاهر
قریش نزدیک به 30 تا اسم برای خمر و شراب گذاشته بود، غزلخوانی میکرد، معشوقش بود. فساد به اوجش رسیده بود. این جوان خوش سیما، خوش اندام، جذاب، هیچ اعتنایی به دخترها و زنها نکرد، لب به شراب نزد. محمد طاهر، ما از طهارت محمد، امت محمد چند درصد سهم بردیم؟ من چند درصد سهم بردم؟ یه وقتی یکی از شاگردام ازم سوال کرد شیخ رابطه تو با خدا چطوریه؟ آدم زانو میزنه یک شاگردش از این سوال بکنه، میخواد تو رو الگو قرار بده. رابطه تو با خالق چطوریه؟ امروز اگر کسی از شیخ سوال بکنه میذاریم تو دهنش. حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند خیری در ما نیست اگر این کلمه رو به هم نگیم و خیری در ما نیست اگر این کلمه رو از هم دیگه نپذیریم و نشنویم. اتق الله. اگر به هم دیگه نگیم اتق الله، خیری در ما نیست. اگر از هم دیگه نشنویم، خیری در ما نیست. محمد حکیم عاقل بود، رجاحت عقل داشت. محمد مهربان. من فقط یک داستان، روزی در کوچه های مکه رد می شد، دید که پیرزنی کیسه گندمی یا جوی داشت، درمانده بود، خم شد، کیسه گندم رو دوشش گذاشت. گفت مادر کمک نمیخوایی؟ گفت پسرم که کمک به پیرا میکنه؟ گفت من. خم شد، کیسه رو کولش گذاشت. همپای پیرزن سال خورده رفت تا در خونهش. گفت پسرم همینجا بذار. گفت نه میارم داخل. گفت پس برو تو انبار بگذار. وقتی که میخواست خداحافظی کرد، میخواست بره، مادر صداش زد. گفت پسرم میتونی بر بگردید؟ اجماعاً یک صلوات محمدی قرار خواهد بفرمایید. گفت پسرم یه لحظه برگرد. گفت بیا نزدیک پسرم. نرمی گوششو گرفت، آورد گوشش کنار لبش. گفت پسرم تو خیلی جوان مهربونی هستید، خیلی دلپاک و دل ظریف و دل نازک و شفیقی هستید. تو کمک به پیرزنی کردید. من پاداش مادی ندارم به تو بدم، اما یه نصیحت پاداش این خدمت تو مثل دور تو گوشت باشه. گفت بفرما مادر. گفت چند روزی چند سالی میشه که در شهر مکه مردی جادوگر و ساحر پیدا شده، اسمش محمد. جوانای دلپاکی مثل شما رو گمراه میکنه، برده ها رو بر علیه آقایانشون میشورانه. بیشتر سر راه جوانای دلپاک و صاف و ساده و مهربانی مثل شما و بردگان سبز میشه. من پولی ندارم که به تو پاداش میدم، ولی تو خیلی جوان مهربان و دلپاکید و دلرحیمید. من مطمئنم که این محمد جادوگر یه روز سر راه تو سبز میشه. فقط این به خاطر پاداش اون خوبی مثل دری در گوشت باشه که اگر سر راه تو سبز شد، این جادوگره، خیلی حرافه، تو رو فریب نده مادرم. این نصیحت از من به تو، پاداش اون کارت. رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل یک سرباز متواضع در مقابل ارشدش اینطوری ایستاده. بعد گفت مادرم صحبتات تمام شد؟ گفت بله پسرم، برو در پناه لات و هبل و عزی. دید که نمیره، پیرزن دید که این جوان نمیره. گفت چرا نمیری پسرم؟ گفت مادر این گوش تو بده من یه چیزی بهت بگم. من همون جوان محمدم، من همون جوان محمدم که تو در بارش داری صحبت میکنید. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. این اخلاق آسمانیه، این اخلاق آسمانیه. جامعه ما امروز تشنه این مسائله، تشنه اخلاقیاته. همه چی به اوج رسیده. ما همه نیاز داریم. اونی که در رأسه، اونی که پایینه، بزرگ خدمتگزار مردمه، نه اونی که در بالای مجلس تکیه میزنه. من از حضور مسئولین عزیزمان که همیشه حامی بودن و
در همه مجالس ما حضور داشتن جانانه تشکر میکنم. من استعداد دارم، میشناسم ایشونو. آقای دکتر عبادی رو من میشناسم، ایشون یکی از افراد مخلص و زحمتکشی که واقعا چه برای وحدت، یک وحدت حقیقی و واقعی از سالهای سال، یه زمانی در قشم امام جمعه بود، تشیع واقعا اهل قشم، جزیره قشم که اهل تسننن یادش میکنن. حالا که سمتش بالاتر رفته، مسئولیت ما را داره، طوری با ما برخورد بکنه که ما بریم پیشش بگیم برادر بزرگترم، احساس برادر بزرگتر بکنم. یعنی اهل سنت احساس بکنن که این برادر بزرگترشونه، مشکلی دارن تو دلشون نگه ندارن، برن درشو بزنن. جناب آقای دکتر همتی، ما دوست داریم که تو رو برادر بزرگتر صدا بزنیم، نه استاندار. تو برادر بزرگتر ما هستید، با اینطوری باید با ما. فرماندار عزیز، همه مسئولین مدیری کلانی که هستن، اگر یک کشوری آباد که دستاوردامون رو حفظ بکنیم، باید اینطوری منسجم و یک پارچه و یک دست باشیم. 40 سال دوام کردیم، اگر خودمون با هم اختلاف نکنیم بازم چه؟ بالاخره چه؟ این قافله در حرکت هست. از حوصله همتون تشکر میکنم، برای همتون آرزوی موفقیت دارم، به امید ایرانی و جهانی سرشار از صلح و صفا و صمیمیت، ایرانی سربلند، عزیز، منیع، موفق، مردمی شاد، منسجم، یک دست، یک پارچه در کنار هم دیگه، و برای سلامتی خودتون و همه حضار و عزیزانی که چه مسئولن چه عموم مردم، برای سلامتی خودتون و فرزندانتون و همه کسانی که دوستشون دارید، اجماعاً یک صلوات محمدی غراق ختم بفرمایید.